الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران و هموطنان، این لحظه که میبینیم ما در بیمارستان استقلال قرار داریم و عیادت تی احسان جان اومدیم که مدت ها شد که از این بیماری رنج میبره. وقتی که در سایت های اینترنتی ما نوار ای را دیدیم، در حال تصمیم گرفتیم که به سراغ ای بیاییم. یکی از برادران بسیار قدردان، مهربان، صاحبکاری وطن دوست با روی این برادر و این دخترچمون یک مبلغی روان کرد تا که در این خرج صرف کرده شود. این انشالله که ما این مبلغ $1,500 است. اینا با مادر ای احسان جان میتیم. اونچه که برای این دورو است، یکون دوا است که لازم می شود، در همین خرج کنین. در حق این برادر صاحب کارمان دعا کنین. $1,500 اپا جان یا بگیرین، یک دعای کوتاه که برای همین برادری که نام رو اکر نمیگیریم چون که گفت نام ما گرفته نشوم، یک دعاشون میکنیم. اپا جان دعا بتین. خوبش؟ سلامت جون همه وقت سیاد سلامت خوشی در بلوی سری همیشه دکویی که رنج میکنه اون جون نگه کنتو شد. خداوند خیراتونه، صدقاتونه قبول کنه و علای مهربان در عوض این نیکی و این خیرات و صدقاتون نیکی دنیا و آخرت براتون الله نصیب بکردن. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را به این روز جمعه، روز سید، روز پرفیض تبریک و تهنیت میگویم. پیش از آنی که همراه شما یک جای دعا کنیم، میخواستم یک حدیثی را برای شما در آغاز تحلیل نمایم، بعداً به این سوالهایی که نزد من است برای شما جواب میگردانم. ان عقبة ابن عامر رضی الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجات؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. عقبه ابن عامر که یکی از همنشین های حبیب خدا بودند، یکی از هم عصرهای دوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رفتند. یکی از کسانی بودند که همیشه پند و نصیحت های رسول اکرم را گوش می کردند و هرچی فرموده این نماینده الله در روی زمین را اجرا می کردند. خوش به حالشان، بهترین امت ها بودند، بهترین شخصیت ها بودند که حتی خداوند هم مدح اونها را در قرآن می کند و دوست داشتن این اطرافیان پیغمبری خدا، صحابه های پیغمبری خدا برای همه ما و شما هم فرض است و هم واجب. گوش می اندازیم حضرت عقبه از حبیب خدا چی پرسیدند. گفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیدم من نجات. با دقت باشید چی سوال عجیبی دادند و چی جواب خوبی را از حبیب خدا شنیدند. میخواستم که آن جوابی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این صحابه خود و این همنشین خود حضرت عقبه جواب گردانیدند، کوشش کنیم که ما و شما هم در حیات خود
این جواب پیغمبر خدا را عملی گردانیم. حبیب خدا در این دنیایی که خیلی افلاس است سوال حضرت عقبه بودند. در این دنیایی که اینقدر ظلم، اینقدر بی‌عدلی، اینقدر بی انصافی، اینقدر بی اطاعتی، اینقدر وعده خلافی، زنا، دروغ ما را احاطه کرده است. ای حبیب خدا چیکار کنم که تا که به این عملهای خیلی شنیع و خیلی زیشت و خیلی ناخوب آلوده نشوم و نجات از این دنیا یابم و نجات از آخرت یابم؟ سوال دادن از حبیب خدا چیکار کنم؟ برادرای عزیز و گرامی، در اصل در این دنیایی که ما و شما حیات به سر میبریم چه مشکلی هست. خیلی انسان تقوا میکند، پرهیز میکند، احتیاط میکند تا که با این عملهایی که خجالت هم در دنیا دارد و هم در آخرت دارد خودش را نجات دهد. خداوند میفرماید در سوره عنکبوت: و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعیب و ان الدار الاخرة لهی الحیوان لو كانوا یعلمون. صدق الله العظیم. ای بندگان من، ای فرزند آدم، ای انسان ها، دانید خدا میگوید که این دنیایی که برای شما نصیب گردانیدم، در این دنیایی که شما حیات به سر میبرید، یقین دانید که این دنیا برای شما جای بیهوده هست و یک بازیچه‌ای هست که شما را به خودش مشغول میگرداند. چگونه ای که ما و شما برای فرزندای خود یک بازیچه‌ای میخریم و این فرزند خود یک ساعت و 2 ساعت با این بازیچه وابسته میگردانیم، تمام هوش و گوش او را به همین بازیچه حواله میگردانیم. خداوند میگوید این دنیا به منزله بازیچه است که شما را به خودش فریفته کرده است. بازیچه است طفل فریب، این متاع دهر به عقل مردمان که بر او مبتلا شود. حضرت عقبه همین خواستند: ای رسول اکرم، خواهشم از تو این است که از این دنیایی که به منزله بازیچه هست، بیهوده هست و خیلی ناخوبی های زیاد ما را احاطه کرده است، نجات میخواهم. چه سوالی زیبایی دادم: اللهم لا عیش الا عیش الاخره. رسول اکرم در دعاهاش میگو خدایا من یقین میدانم که این دنیا عیش ندارد، این دنیا لذت ندارد، همه عیش، همه لذت، همه فارم، همه بهبودی در آخرت است. در دعاهاش پیغمبر خدا میگو همه لذات این فانی، حضرت مولوی میگفت همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. تمام لذت این دنیا لذت هایی که دارد، چه لذت از فرزند میبریم، چه لذت از زن میبریم، چه لذت از دستگاه و دکان و دولت و ثروت میبریم، حضرت مولوی میگوید همه لذات های این دنیا به می خوردن نمی ارزد. می خوردن مراد این می که مردم مغرور و تکبر و به عقل و بیهوش میکند، این می نیست، بلکه عبادت خداست. به یک عبادت تو تمام این لذات دنیا ارزش ندارد. میگوید همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشعه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. اگر وصل شدنی به تو نباشد، پیوست شدنی به ذات تو نباشد، حضرت مولوی گفتن قسم به خدا این دنیایی که ما در او زندگی داریم ارزش یک سوزن ندارد. بجان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است، به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. حضرت گفتن ارزش یک ارزن ندارد
که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش. حضرت میگوید این رنج هایی که من در این 70 سال و 80 سال حیات خود در این دنیا کشیدم، چی نابرابری های در روبرو شدم، چی تهمت های در مبتلا شدم، چی رنج های در این دنیا کشیدم، همش به خاطر این بود که الله تو وعده دادی که من در جنت چهره خود من برای تو نشان میدهم. همه این به این خاطر بود که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش. ببین در دوام چی میگوید؟ وگرنه این به یک دم وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمی ارزد. و الا این دنیای تو اگر 70 سال در عیش و عشرت باشم، در تمام بهترین شرایط باشم، قسم به خدا به یک لحظه جان کندن اینا برابر شده نمیتونه. ببین چگونه ما و شما در دنیا اگر 10 سال در بهترین زندگی داشته باشیم، یک روز گرسنه مانیم، میگوییم که چیزی از این دنیا ندیدیم. همچنان اگر 70 سال و 80 سال حیات بینیم، با حضرت عزرائیل به کندن جان وقتی مبتلا میشویم، همه لذات های این دنیا برای ما و شما فراموش میشه. اینه که حضرت میفهمید، گفت حبیبی خدا میخواهم نجات یابم، نجات برای من چیست؟ رسول الله چی جواب خوب گفتند برای آنکه ای عقبه تو نجات یابی، در این بدبختی های دنیا مبتلا نشوی و در نزد پروردگارت سرفراز گردی. برای تو 3 وظیفه هست برادرای عزیز و گرامی. این 3 وظیفه را کدام ما و شما انجام دادیم، یقین دانیم که شما نجات یافتید. حبیب خدا گو یکم امسک علیک لسانک، دوم ولیسعک بیتک، سوم وابکی علی خطیئتک. ببین یکم حبیب خدا گفتند پیروان قرآن، ای مردم مسلمان، برای نجات یکم این است که زبانت را همیشه محافظت کن، زبانت را همیشه خوش نگه دار، زبان را همیشه در زیر اطاعت خودت نگه دار. نشود که این زبان تو از جمله زبانهای شود که فقط و فقط دلازاری را برای خود پیشه کند. نشود که این زبان تو از جمله زبانهای شود که روز ده اگر دروغ نگویی وقتی تو خوش نشود. نشود از جمله آن زبانهایی که به بهتان و تهمت یک برادر مسلمان مبتلا شود. مقصد زبانت را محافظت کن. زبان را نه در حالت آرامیش نه در حالت غضب کسی را آزار ندهی. گفته حضرت مولوی زبان را در غضب نیکو نگه دار. همیشه زبانهای ما و شما در حالت غضب، باور کنین چی موی سفید باشیم، چی میانه سال باشیم، چی جوان باشیم، خدا داناست چی زبانهای بد برای ما و شما پیدا می شود. در حالتهای غضب چی دشنامهای قبیح، چی سخنهای ناخوب از زبان ما و شما صادر می شود. حضرت مولوی خدا رحمتش کند، پدر ما و شما، پیشواهای ما و شما می‌فرمایند زبان را در غضب نیکو نگه دار، زبان نزد غضب ها می شود مار. غضب ناگه دلی رنجیده ای را، کند محزون و مجروح بنده ای را. عدوی دیوی شیطان در نهانت، بیارد لفظ کفری در زبانت. که آن دم فرق نیکو بد مدانی، مبادا از زبان خود براری. فراموش نکن در حالت غضب شیطان در کمینگاه توست، تو را وسواس میکند که از این زبان هر چیزی که میخواهد از زبان تو برآمدن گیرد، تو را در کفر و در بدبختی روبرو گرداند. یکم چیزی که ما و شما را نجات میداده است، حبیب خدا گفتند زبانتان را محافظت کنید. برادرای عزیز و گرامی، وقتی شما اگر 2 نفرم که باشین، یک برادری در غایب بودگی هم که تنقید کردید، شما تصور نکنید 2 نفر هستید.
الله در قرآن میگوید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. صدق الله العظیم. یقین دانید که فرشته های برای شما در نزد شما آفریدم که سخنهای شما را گوش می اندازند، سخنهای شما را می نویسند. فراموش نکنید. یکم چیزی که سبب نجات شما می شده است، زبانهاتون همیشه محافظت کنید. دادرای عزیز، باور کنید چقدر شما بی ادب هستید. من شما را نمیگویم، در لفظ کلمه شما جوانها را اکثریت من داخل میکنم، چی در حالت شوخی، چی در حالت غیر شوخی، چی در حالت قهر و غضب. دادرای عزیز، دشنام ندهید. زبانهاتون را به بیهودگویی مشغول نگردانید. در زبانهاتون هر گونه سخنهای ناخوب و ناجا را جای ندهید، زیرا که شما نجات نمی‌یابید اگر زبان شما ناخوب باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وعده می‌دهد من یضمن لی ما بین اللحیین اضمن له الجنه. کسی در دنیا اگر زبانش نگه دارد، قسم به نام خدا که من ضامن که او باید جنت میبرم. ببین، من ضامن هستم که این انسان وارد جنت کنم وقتی در دنیا اگر این انسان زبانش خوب نگه دارد. دویم، حبیب خدا گفتند ولیسعک بیتک. عقبه اگر نجات میخواهی، دویم نجات این است که خاندان تا به ترتیب بیار. ببین، خدا شما را 5 فرزند و 6 فرزند و 10 فرزند داده است، اونها را باید تحت نظارتتان قرار دهید. همیشه شما باید که چشم از نظارت اونها نکنید. نگاه کنید که دخترهای شما، فرزندهای شما با کدام عمل مبتلا است. اونا وقتی از خانه بیرون میشوند با کدام عملها چنگ میزنند. باید شما همیشه در این نگهبان باشید. کلکم راعین است. حبیب خدا شما را مسئول میگرداند که شما مسئولیت دارید در پیشگاه خدا از روی فرزندانتان. فرزندان را نگاه کنید. برادرای عزیز و گرامی، میدانم که بعضی ما و شما دلهامان میسوزد، بعضی ما و شما رحم داریم، انصاف داریم، بعضی ما و شما مثال آب چشمی دخترمان و بچه‌مان نریزد گفته بر هر چیزی که میخواهد رخصت میدهیم، عاقبت ما و شما بعد در گریه میشویم که فایده ندارد. بسیار با احتیاط باشید. کوشش کنید که فرزندای شما در خاندان همگیش خدا را عبادت کنند. همگیش، چی نبیره تو باشد، چی کلینی تو باشد، چی بچه و دختری تو باشد، همش صاحب نماز باشد. همه دخترهای شما صاحب چادر اسلامی باشد. همه فرزندهای شما از راههای بد باید که راه رو نباشد. این دویم نجات شما همین است که فرزندا را به نظارت نگذارید. نگویید که خیلی توکلش به خدا. نه، توکلش به خدا نیست. تا وقتی که بالای اونها هستی، تو جوابگر در پیشگاه خدا هستی. کوشش کن که از پس تو فرزندای خوب باقی ماند. کوشش کن که بعد از سر تو فرزند تو، چی دختر و چی بچه تو به آدابی که کرد، اگرچه در قبرم که باشی بر او میگویم بر پدرت لعنت میگویم. کوشش کن که فرزند تو را کسی لعنت نگوید تا که آزار تو چی در قبر و چی در دنیاست. کوشش کن که همیشه بر فرزند تو گویم بر پدرت هزار رحمت برای این فرزندی که تربیت کرده است. اما این جمله ها در شما کوشش کننده باشید. سوام حضرت گفتند وابکی علی خطیئتک. سیوم چیزی که عقبت را نجات میدهد این است که یک زمانی که تو جهالت گذرانیدی، یک زمانی که تو خدا و پیغمبر را نمیشناختی، یک زمانی که تو گناه میکردی پروا نداشتی، برای اون دوره ها گریه کن. برای اون حیات های بیهوده و بی‌معنی که تو گذرانیدی، برای اونها خنده نکن، برای اونها گریه کن که خداوندا چرا مرا در جوانیم هدایت نکردی، چرا بر وقت ذات خودت را بر من شناس نکردی. برای اون زمانها تو غمگین باش. از پروردگار مسئلت دارم. خداوندا دعا میکنیم همگی با این قوم در این روز سید زبانهای ما را خدایا از زبانی جمله آن زبانهای گردان که همیشه حمد و ستایش تو را میکرده باشد، زبانهای ذکر کننده باشد. خدایا از زبانهای ما تهمت را، دروغ را، اختلاف را، فتنه ها را،
وعده خلافی ها را خدایا از زبان ما دور کرد. خدایا خاندان ما را به ترتیب بیار. خدایا برای ما ناموس، برای ما آنچنان غیرت نصیب گردان که برای بهبودی فرزندمان کوشش کننده باشیم. خدایا آن زمانهایی که ما ذات تو را نمیشناختیم و از ما سهو و لغزش ها صادر میشد، خدایا با فضل و کرم خودت اون ساعتها را مغفرت بگردان. خدایا این نماز جمعه را از ما قبول بگردان. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا جمهوری ما را آباد و زیبا بگردان. تمام آن بندگانی که برای بهبودی این جمهوری سعی و کوشش ها میکنند، خدایا همگیش عمر دراز و تن صحت نصیب بگردان. خدایا همه سختی ها و مشکلات هایی که بالای بندگان داری همگیش خدای دور بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. آمين يا رب العالمين.